اول بریم سراغ یه بسته خبری کامل راجع به قهرمانی پاریس سن ژرمن تو سوپرکاپ اروپا. تو این دیدار که شب گذشته تو ایتالیا برگزار شد، پاریس سن ژرمن با پیروزی 4-3 تو ضربات پنالتی مقابل تاتنهام اولین عنوان سوپرکاپ اروپا رو تو تاریخ باشگاه خودش به دست آورد. تاتنهام تو نیمه اول با گل میکی فندیفن تو دقیقه 39 پیش افتاد و تو نیمه دوم با ضربه سر کریستیان رومرو تو دقیقه 48 برتری خودش رو 2 برابر کرد. اما پاریس سن ژرمن تو دقایق پایانی با گل لی کانگ این کره‌ای تو دقیقه 85 و گل گونسالو راموس تو دقیقه 94 بازی رو به تساوی کشوند و به ضربات پنالتی برد. دروازه‌بان تاتنهام ویلیام ویکاریو که نقش کلیدی تو دقایق عادی بازی داشت، تو لحظات حساس بازی و ضربات پنالتی عملکرد درخشانی از خودش نشون نداد و در نهایت پاریس پیروز میدان شد. این موفقیت برای تیمی که فقط چند روز تمرین پیش‌فصل پشت سر گذاشته پاداشی زود هنگام محسوب میشه. با این حال در حالی که بازیکن‌ها غرق شادی بودن، سرمربی اسپانیایی لوئیز انریکه واکنش متفاوتی نشون داد. نگاهی انتقادی و آینده‌نگر که نشون میده فتح یه جام اونو کاملا راضی نمی‌کنه. انریکه تو گفتگو با خبرنگارا با تحلیلی واقع گرایانه گفت تاتنهام نمایش بسیار خوبی داشت. اونا از ما آماده تر و از نظر بدنی قوی تر بودن و بازی تو چنین شرایطی دشوار بود. اون با تمجید از توان تیم برای جنگیدن تا آخرین لحظه تو ادامه پیام روشنی برای فصل پیش رو صادر کرد. اون گفت باید بهتر شیم. من همیشه انتظار بیشتری از بازیکنانم دارم. به گفته سرمربی پی اس جی، آمادگی بدنی محدود ناشی از تنها 5-6 جلسه تمرین موجب شد که بعد روانی و تمرکز تاکتیکی نقش تعیین کننده تو پیروزی داشته باشه. همچنین کاپیتان مارکینیوش هم به همین نکته تاکید کرد. اون گفت افتخار میکنم هرچند آماده سازی کمی داشتیم، اما فوتبال فقط به آمادگی جسمانی محدود نمیشه. بعد ذهنی و انضباط تاکتیکی هم اهمیت زیادی داره. اما توماس فرانک، سرمربی فصل گذشته برنتفورد و حالا تاتنهام، بعد از پایان مسابقه گفت به بازیکنان، باشگاه و تیم افتخار میکنم. اونا همه توان خودشونو گذاشتن و مقابل یکی از بهترین تیم‌های جهان 75 تا 80 دقیقه هیچ موقعیتی به حریف ندادن. تیمی که 4 بازیکن با استعداد فردی فوق‌العاده داره. اون درباره برنامه تاکتیکیش توضیح داد. شاید روز بعد از شکست برابر بایرن تصمیم گرفتم که باید برابر پاریس کمی متفاوت عمل کنیم. این یک عملیات ویژه بود. به زمان پزشکی عمل جراحی موفقیت آمیز بود، اما بیمار جان داد. پس در نهایت چندان خوب نشد، اما روی یک برنامه بازی متفاوت کار کردیم و خیلی نزدیک به موفقیت بودیم. همچنین اضافه کرد از تمام بازیکنانی که شجاعانه جلو اومدن و پنالتی زدن تشکر میکنم. اما میرسیم به ستاره این بازی که جایزه بهترین بازیکن میدون رو هم گرفت. با توجه به فرم درخشان دمبله و تاثیرگذاری مستقیم اون تو لحظات سرنوشت ساز، خیلی از کارشناسا اون یکی از اصلی ترین مدعیان کسب توپ طلا تو سال جاری میدونن. حالا هواداره پی اس جی و فوتبال فرانسه بیشتر از قبل چشم انتظار ادامه این مسیر و شاید تحقق رویای بزرگ دمبله هستن. اما بریم سراغ مصاحبه گونسالو راموس، زننده گل تساوی پی اس جی. اون تو گفتگو با خبرنگارا بعد از مسابقه گفت امروز روز فوق‌العاده‌ای بود. این جام برای ما ارزش ویژه‌ای داره چون نمیتونیم مطمئن باشیم که دوباره فرصت بازی تو چنین رقابتی رو پیدا می‌کنیم یا نه. برای شوالیه و همچنین زابارنی که اولین حضورش تو ترکیب رو تجربه کرد، این قهرمانی اهمیت زیادی داشت. تو پی اس جی همیشه برای برد می‌جنگیم و من هم آمادم. هر وقت تیم به من نیاز داشته باشه تو زمین حاضر میشم. اگر فرصتی مثل امشب به دست بیارم همیشه سعی میکنم که تاثیرگذار باشم و گلم رو بزنم. وقتی یکی از خبرنگارا از اون درباره احتمال ترک تیم پرسید، راموس پاسخ کوتاه اما صریحی داد. اون گفت بله میمونم. این تاکید نه تنها آرامش خاطر هوادارا رو به همراه داشت، بلکه جایگاه اون رو به عنوان یکی از مهرهای کلیدی و تعیین کننده تیم تثبیت کرد. در ادامه باشگاه رئال مادرید، پر افتخارترین تیم تاریخ سوپرجام اروپا، با انتشار یک پیام رسمی تو شبکه اجتماعی ایکس قهرمانی پی اس جی تو این رقابت‌ها تبریک گفت. تو این متن پیام اومده بود قهرمانی پاریس سن ژرمن تو سوپرجام اروپا رو به این باشگاه و هوادارانش تبریک میگیم. این اقدام بازتابی از احترام و روحیه ورزشی بین دو تیم مطرح فوتبال اروپا به شمار میاد.
رئال مادرید که تا الان 6 بار جام قهرمانی سوپر جام بالا سرش برده، همچنان رکورددار این رقابت‌ها محسوب میشه. کهکشانی‌ها این عناوین رو تو سال‌های 2002، 2014، 2016، 17 2022 و 2024 کسب کردن. علاوه بر این اونا 15 بار قهرمانی تو لیگ قهرمانان اروپا دارن که به هیچکی پوشیده نیست این موضوع و فاصله چشمگیر با سایر باشگاه دارن و جایگاه خودشون رو به عنوان قدرت اول فوتبال اروپا تثبیت کردن. هافبک پیشین تیم ملی آلمان دیتمار هامان از تصمیم بایر مونیخ برای صرف هزینه هنگفت تو خرید لوئیس دیاز انتقاد کرده و گفته لیورپولیا به این معامله میخندن. اون معتقده بایر مونیخ بیش از حد لازم برای جذب دیاز هزینه کرده و لیورپول با دریافت 75 میلیون یورو برای این بازیکن کلمبیایی بسیار خوشحاله. الان اون همچنین از وینسنت کمپانی سرمربی بایرن به دلیل عدم استفاده از بازیکن جوان انتقاد کرده. هامان تو گفتگوی اخیرش گفته دیاز فوتبالیست بسیار خوبیه، اما کاری که بایرن انجام میده یه مدل تجاری نیست. آوردن یه بازیکن 28 ساله با این مبلغ و سپس پرداخت دستمزدی بیش از اون چه در انگلیس میگرفت، لیورپولیا به این معامله میخندن و کمپانی هم بازیکن جوان رو بازی نمیده. شنیدم استعدادهایی تو تیم هستن که تو 10 سال گذشته مشابهشون نبوده. با این حال قهرمانی آلمان هنوز فقط از طریق بایرن ممکنه. چه تیم دیگه ای؟ لورکوزن کار سختی خواهد داشت، لایپزیگ هم نه. دورتموند محتمل ترین گزینه است. معیار سنجش بایرن لیگ قهرمانان خواهد بود. اینیگو مارتینز مدافع پیشین بارسلونا بعد از جدایی از این باشگاه و پیوستن به النصر عربستان تو گفتگویی با رسانه‌ها از جزئیات تصمیمش صحبت کرده. اون که نقش کلیدی تو خط دفاع بارسا داشت، با فسخ قرارداد خودش نه تنها فضای مالی برای باشگاه آزاد کرد، بلکه با النصر قراردادی 1 ساله همراه با گزینه تمدید به ارزش خالص 20 میلیون یورو تو هر فصل امضا کرد. این انتقال بعد از تغییر مسیر النصر تو خرید هانکو باعث شد مارتینز جایگزین آیمریک لاپورت بشه، بازیکنی که احتمال بازگشتش به اتلتیک بیلبائو مطرح شده. مارتینز درباره جداییش گفت این تصمیم برای بسیار غیرمنتظره بود. از نظر مالی هیچ پیشنهادی با این سطح قابل مقایسه نبود. تو این مقطع از دوران حرفه‌ایم چنین فرصتایی کم پیش میاد و رد کردنشون خیلی دشواره. اون توضیح داد که اگه رابطش با بارسا نزدیکتر بود شاید تو تصمیمش تجدید نظر میکرد. اون گفته از نظر درآمد مشکلی نداشتم و راحت بودم، اما این انتخاب برای خانواده‌ام دشوار بود. مارتینز همچنین به گفتگوش با هانسی فلیک سرمربی باشگاه اشاره کرد و گفت که اون ابتدا از تصمیمش شگفت زده شد اما به سرعت شرایط رو درک کرد. اما بریم سراغ باشگاه رئال مادرید. این باشگاه در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک تغییر تاکتیکی تو فهرست بازیکنان خودشه و قصد داره نام فرانکو ماستونتوئنو، مهاجم جوان آرژانتینی رو به جای فهرست تیم اصلی تو لیست تیم دوم باشگاه یعنی رئال مادرید کاستیا ثبت کنه. این اقدام به رئال مادرید این امکانو میده که یک جای خالی تو فهرست تیم اصلی ایجاد کنه و راهو برای جذب یه بازیکن جدید تو روزهای پایانی نقل و انتقالات باز بذاره. این بازیکن که تابستون امسال از ریور پلاته به جمع کهکشانی‌ها پیوسته، تو پست هافبک هجومی و وینگر و حتی مهاجم توانایی بازی داره. اون به عنوان یکی از استعدادهای آینده‌دار فوتبال آمریکای جنوبی شناخته میشه و رئال با ثبت نامش تو کاستیا میتونه به اون زمان بیشتری برای تطبیق با فوتبال اسپانیا و سیستم کاری ژابی آلونسو بده، بدون اینکه فشار رقابت تو لالیگا از همون ابتدا روی دوشش باشه. جیدن سانچو وینگر انگلیسی منچستر یونایتد پیشنهاد باشگاه بشیکتاش ترکیه رو رد کرد. بشیکتاش شرایط انتقال سانچو رو بررسی کرده بود، اما این بازیکن فعلا تمایلی به پیوستن به سوپرلیگ ترکیه نداره. در حالی که بشیکتاش از جذب سانچو ناامید شده، دو باشگاه بزرگ اروپایی همچنان به دنبال جذب این وینگر 25 ساله هستند. یوونتوس اخیراً پیشنهادی رسمی به منچستر ارائه کرده که این پیشنهاد شامل مبلغی حدود 10 میلیون یورو به همراه پاداشاییه که مجموعاً میتونه به 15 میلیون یورو برسه. با این حال منچستر یونایتد انتظار مبلغی حدود 25 میلیون یورو رو برای انتقال سانچو داره. از سمت دیگه بروسیا دورتموند هم به بازگشت سانچو علاقه‌منده. اگرچه مذاکرات بین سانچو و دورتموند در حال حاضر متوقف شده، اما این باشگاه به جذب این بازیکن هنوز امیدواره. پیام اینستاگرامی جالب تونی کروس برای هوادارهای رئال مادرید. تونی کروس هافبک با تجربه و محبوب رئال با انتشار تصویری نمادین تو استوری اینستاگرامش پیامی دوگانه و پرمعنا به هوادارا داد. پیامی که هم بوی خدافزی میداد و هم نوید آینده‌ای روشن برای کهکشانی‌ها.
تو این تصویر کروس و لوکا مودریچ، دو اسطوره خط میانی رئال تو یه دهه اخیر، با لبخندی آروم تو پس زمینه دیده میشن و در پیش زمینه کیلیان امباپه با پیراهن شماره 10 و فدریکو والورده با شماره 8 در حال حرکت به سوی نوری درخشانند. این ترکیب تو نگاه بسیاری از هوادارا نمادی از پایان یه عصر طلایی و آغاز دوره‌ای تازه تو تاریخ باشگاهه. کروس با این حرکت به شکلی غیر مستقیم خداحافظی خودش و مودریچ رو با دوران سلطه بر میانه میدان اعلام کرد و همزمان به نسل جدیدی از ستاره ها که الان وظیفه تداوم افتخارات رئال مادرید رو به دوش دارن خوش آمد گفت. داروین نونیز مهاجم اوروگوئی فاش کرد که تماس تلفنی سیمون اینزاگی سرمربی الهلال نقش مهمی تو تصمیمون برای پیوستن به این تیم داشته. این انتقال در حالی صورت گرفت که جزئیات مالی به طور رسمی هنوز اعلام نشده، اما منابع انگلیسی رقم قرارداد حدود 53 میلیون یورو گزارش کردند. نونیز روز گذشته تو گفتگویی از طریق رسانه‌های رسمی الهلال ابراز رضایت کرد و گفت حس فوق‌العاده‌ای دارم و از بودن تو اینجا خیلی خوشحالم. طی روزهای اخیر تجربه بسیار مثبت با هم‌تیمیام داشتم. اون اضافه کرد که از همون لحظه ورود جو دوستانه و استقبال گرم بازیکن‌ها و کادر فنی باعث شده تا احساس کنه عضوی از این تیمه. مهاجم سابق لیورپول تایید کرد که قبل از قرارداد با اینزاگی صحبت کرده و این گفتگو تاثیر خیلی زیادی تو تصمیمش داشته و گفته اون مستقیما گفت که میخواد من اینجا باشم و من هم فکر کردم که ایده خوبیه. نونیز همچنین این انتقال فرصتی ارزشمند برای حضور تو لیگ دونست که به گفته اون روز به روز در حال پیشرفته. اون عملکرد اخیر الهلال تو جام باشگاه‌های جهان و نشونه‌ای از توانایی رقابت این باشگاه با تیم‌های بزرگ دونست. همچنین محمد صلاح کاپیتان تیم ملی مصر با پیامی احساسی تو شبکه اجتماعی ایکس از همتیمی خودش داروین خداحافظی کرده. صلاح تو این پیام دو عکس مشترک با داروین نونیز رو منتشر کرده و از دوران حضور اون تو لیورپول به نیکی یاد کرده. اون گفته خوشحالم که فرصت داشتم با تو همتیمی و دوست باشم. همیشه صادق و پر انرژی بودی. تو با لبخندات حال همه ما رو خوب می‌کردی، باعث خندمون می‌شدی و تو تمام لحظه ها روحیه مثبتی داشتی. واقعا جات خالی خواهد بود و برای تو باشگاه جدیدت بهترین ها رو آرزو می‌کنم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید با لایک کردن به ما انرژی بدین. اگه کم و کسری بود حتما تو کامنت ها بنویسید برامون تا ویدیوهای بعدی ما بهتر و بهتر بشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.